ایواره و خیلی رسو، ایواره خیر عزیزان، در شرق تا غرب، در شمال تا جنوب سرزمین گپ رسو، ایواره و خیر. امیدوارم که ساق و سلامت باید در هر کجای دنیا که هستید و به خصوص سرزمین گپمون رسون عزیز. ایواره و خیر. کوچیکتون نظام رجب زاده، تهیه کننده و مجری برنامه ایواره و خیلی رسو در شبکه بین‌المللی نوروز تیوی در شمال اروپا در استکهلم هم در خدمت تو و برنامه جدیدی و مجموعه جدید. امیدواریم که به دل تو با. امروز روش که به تو بیم اسلو که بیم در حال روز استقلال نروژ بی 17 می برابر با 28 اردیبهشت 1391. امروز مردم نروژ لباسی ها سنتی خوشون دورشو کرده بین خیلی زیبا که سیل میکردی، لباسی ها بسیار گرونه، مثلا چند میلیون تومانی داشتن. در حال سیل که میکردن و دمین رکب ما میگفتم میشه چند خوبه که مردم ما در سرزمین لیورسونم و افتخار وی لباس و افتخار وی تاریخ ایتو لباسیانو بکن زن و پیا بکن ورشو و روزی ها ملی مونه، اعیاد ملی مونه، جشن بگیریم و بعد تو میدی لباس و ای با غرور سیل لباسی ها خودمون بکیم، چرا که این لباسی ها و ای زو و ای فرهنگ هزاران سال تاریخ داره و جای افتخاره. یعنی سیل میکردم که مدرنیت هی آقایون و کشور اروپایی که مثلا به خصوص سال نروژ هیچ تناقض و هیچ تعارضی و اینا ناره که انسان میتونه مدرن با دارای بیشترین امکانات روز با، اما در این حال حافظ لباس، فرهنگ، زبان و ارزشی ها ملی خوش با و یه چی بی که امروز سوزیده میام خدمت شما عزیزان بیام هنیاتو و در خدمت تو بایم. در حال یه ندیم و دوست داشتم در حالی احساس با شما تقسیم بکنم. برنامه امروزمو اول میاریم در سرزمین قسمت لیور گپ در چهارمحال بختیاری شروع میکنیم. امروز مایلم یک دیوان داراب افسر بختیاری معرفی بکنم به شما که مایلیم بالاخره فرصت گیرم ما امروز. این مجموعه دیوان شاعر بزرگ لیور داراب افسر بختیاری در حالی که در مجموعه که ما به شما عزیزان توصیه میکنیم که حتما سعی بکنید این مجموعه و زبان بختیاری و بخشش هم فارسی نمیشه ولی در حال بیشتر زبان بختیاریه. مایلیم که شما شناخت بیشتر پیدا بکنید که شعرهای بزرگ لیور بخصوص مناطق لیور بختیاری در حال خیلی اهمیت داره که ما باش آشنا بایم و ما یک اولین گل برنامه یه عزیز معرفی میکنیم در سرزمین گپ لیورسو. مایلم که مختصر راجع به زندگی نامش تو بونم که باش با ایشون بیشتر آشنا باید و امیدوارم که رتو و مجموعش داشتوی دهونیاتو چون که بخش تاریخ سرزمین لیورسونه. شاعر معاصر لیور بختیاری آقای داراب افسر بختیاری فرزند الف اصلان در طایفه احمدی بختیاری لیور بختیاری. مادر آقا اصلان خواهر حسین قلی خان ایلخانی و بیبی گوهر دا آقای داراب افسر دختر حسین قلی خان ایلخانی بیا. آقای داراب افسر در سال 1279 شمسی در چخاخور بختیاری لیور بختیاری متولد مو و در سال 1320 شمسی مقیم شهر اصفهان مو. ایشون در 30 سالگی شروع میکرد و شعر گوته و اولین شعرش به زبان لیوری بختیاری شعر ملی و جالبیه که به نام رستاخیز مسجد سلیمان مرسوم بیام و در آخر یک کتابی مجموعه کلها دستم جزو اشعار لیوری بختیاری که منتشر بیام که در لحاظ موضوع و ابراز احساسات ملی یکی از بهترین نمونه‌ها وطن پرستیش نسبت به سرزمین لیورسو. در حال مطالب زیادی راجع به این گفتن ولی من مایل نیستم وارد شو چون که بیشتر گفتن یه حکایته. حالا یعنی میلم و خود و گردن خودتو کرده تحقیق بکنید بیشتر بونید اما با یک مایلیم سیاه که بیشتر با اشعار ای عزیز آشنا بویم. اما یک تفکراتی اومد که میاد لیور بختیاری جدا بکن به اسم بختیاری و بند که بختیاری ها لیور نیستن. در حال یک تفکری که اخیراً یه عده حالا و نیات سو میان مایلن که مردم یک جدا بکن و این فرهنگی که ما هزاران سال و یک بیمد یک جدا بکن. در حال ما نه من بختیاری اساساً لیور نیسا چیزی که اساساً مردوده اما در این شعری که الان و اکسل میکیم شعرهای معاصر
لور گپ یعنی لور بختیاری خوش و قشنگ تاکید میکن به لور بینشو و یا بزرگترین افتخارن سی مردم لور و یک میریم یک کلیپ یکی شعراشو سل میکنیم بعد برمیگردیم به استودیو. میگه ای که روزی همه خلق ز انبار تونه، ای که روزی همه خلق ز انبار تونه، آسمونا و زمین کرده کردار تونه. ای همه نقش و نگاری که من دنیا هد، همه از پرتو یک جلوه دیدار تونه. افتو و ای همه نوری که اتوبه به زمین، مختصر ذره ای از تابش رخسار تونه. ای همه او که به دریا چونو هی موج زنه، چکه ای از کرم اور گوهربار تونه. عاقلون هرچه کنن فکر و ابالن به خصوم، اشتباه کردنه پای جمله ز افکار تونه. هر که رعد است به مقصود و به مقصود رسید، هو نرعد و نرسیده یوز رفتار تونه. هر حکیمی که دوا داد و مریض خوبید، او دواها همه از قیطی عطار تونه. هرچه فردوسی و سعدی و نظامی گدنه، همه سون از اثر طبع درربار تونه. پشه و پیل همه رزق خسونه خورن، روزی ای همه از بخشش سرشار تونه. پیر بن خلق و همه سال تفاوت کنن، غیر ذات تو که امسال تو چی پار تونه. و عرش فرش کردی و قلیون نهادی گر لو، هرچه ورمونه بوه پای همه آزار تونه. گودی کردم مختار تونه ور خوب و بد، نی کنم زد ما قبول یا سر و یا دار تونه. هرچه ما فکر کنم پای همه برعکس بوه، کی به یکسون ازنه پای یوز دربار تونه. هر شر و شور به دنیا من مخلوقت بو، ازنیم یا کشیم پای همه سون کار تونه. خانه چنگیز که دنیا سر از تهرفتی، هرچه بد کرد به مردم همه وادار تونه. شاه تیمور که مشهور به خینریزی بید، بنده کوچکی از مردم تاتار تونه. یه نفر که یه ترسی همه آدم بکشه، خو نکشت دست تو بی قدرت قهار تونه. گو وندی جنگ اروپا و تپستی ته عرش، وندی جنگ اروپا و تپستی ته عرش. هرچه مردن من جنگ خین همه بار تونه. من نگو هم ز عرب ها به عجم ها چه رسید، همه دونن که چه بید چون که هو شاکار تونه. هر رسولی افرستی و کتابی داره، یا کرت یا کرگوت یا که جلودار تونه. آدم گول زنی و اکونیس برمن با، انهی ترد به ریش است که یو دیوار تونه. آبروس ابریسی دو سه کپ گندم و جو، سیچه گندم نخوره پیا چه سر کارتونه. او که شیطونه و ای گولون با آدم زیده، گوش نفتس بکنی خست دوز بازارتونه. باغت رف به یک شو و گرود از چنگه، میل خود بید که بره ار نگرفتارتونه. گو گدی روز قیومت زلور خم و حساب، تو چه دادیست و چه داره چه بده کارتونه. کره یارون اتومبیل سواری دادی، منکر بیدنته لور که طرفدارتونه. گو حق تو داری بکنی هرچه با عالم خواهی، حق تو داری بکنی هرچه با عالم خواهی. چون همه بید و نبید زنده ز پندار تونه. هر بنایی که بسازن همه بیرون بوه، غیر پاینده فقط گنبد دوار تونه. افسری فخر بس سیتو که بعد از مرگت، اسم لور تا به ابد
زنده ز اشعارتونه. بله عزیزان، یه شعری بید دیوان دارم افسر بختیاری، شاعر بزرگ لور در سرزمین گپ لورسو لورگه و لور بختیاری. امیدوارم که خوشتون ما وردی کتاب بسونید، چرا که یه بخشی در فرهنگمونه و لازمه که ما همه یه ندمینه کتاب خونه همو داشتیم. اما برگردیم به مهمان برنامه امروز ما و مجموعه که داریم. اخیراً یکی در اساتید موسیقی، شعر، ادبیات در سرزمین لورسو تشریف برده که چهره آشنا، نام آشنا سیاحت در اروپا که کنسرت داشته، برنامه کنسرت و معرفی فرهنگ لور در اروپا تشریف برده استاد ایرج رحمانپور که ما در خدمتشیم هاری خط و مایلیم که عرض ادب احترامش بکیم و در زبان خوش پشتیم که چیزی مو داره. استاد ایرج رحمانپور عبارت و خیر، خیلی خوش می‌بستید. قربان شما برم جناب رجب زاده. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی همه بنونه که در هر جای دیگه کره زمین برنامه‌تون می‌بینن. قربانت برم. ممنون جناب علی. خیلی خوش اومدی و اروپا جناب علی تازه تشریف بردید. چند روزی و امیدواریم که خوش گذشته با. حالا میخوام حضور داشتم در کنسرت ولی مایلم در زمان خود سیمو این مدت که ما چجوری گذشته؟ خوبیه بالاخره توجه دوست؟ ممنون. در بالا شما بچونه که در اروپا بچونه لیر خوش میگذره، حتما اینجوریه. دوستانی مثل خود و جناب علی خود و بقیه دوستان محبت کردن. کنسرت در یوتیوبری سوئد نیان که برام در خدمت شدیم و تا الان هم در خدمتش رو خوش میگذره، محبت میکنه، زحمت میکشن. کنسرت هم برگزار بیاد. الان سی برنامه‌های بعدی من در خدمت خودتون دوستانه. خدمت ما در حال ما که بینایت خوشحال میم که تشریف آوردی و زیارت تو کردیم. هنرمندی بسیار عزیزی که اومد و زحمت کشید و شو بسیار خوبی داشتیم و شما در حال مردم عزیز لورسو کنسرتی که بیده با هنرمندی استاد ایرج رحمانپور شو بسیار واقعا جالب، گرم و با هنرنمایی بسیار زیبا و صدای سوزناکش در حال خدمتش بیم. جناب علی اگر ما راجع به این کنسرت یه مقدار جناب علی خود توضیح بدید ممنونت می‌شم. والا کنسرت سه بخش اجرا می‌دی. در قبل برنامه‌ریزی کردیم بچه‌ها با یه محلی در یوتیوبری به اسم کنسرت حسد. سه بخش برنامه بختیاری، کردی و لوری که معمولا نونم الان این بحث خودم داشتم میشنفتم مثلا بیم دارم این بحث بختیاری و لوری جدا کردی که سیمه ده کتم نمیره اصلا نونم واقعا هضمش مشکله که چطوری بختیاری و لوری ما یکی هستیم. این فرمایشه که خود کردی و اون نمونه‌ای که داره با افسر بردید نشون میاد که اصلا لور گفت لور کوچکی چگاهی ناشتنا یکی بینه. اما یه برنامه جوری حالا ترتیبی که آنو چنین اینجوری بی بختیاری، کردی، لوری که بخش لوریش بنده در خدمت دوستان بیم. لوری وقتی مهمو حوزه لوری و لکی لورستان جغرافی خرموان مهمو در حالی که خود بنی ما یه فرهنگ زاگرسی داریم که شامل یه نوع اما زاگرسی میشناسیم هر که هرچی ما اکی جز کجا نکی چجوریه یه نوع بحثه هنیان اما در حوزه فرهنگ ما این زاگرسی داریم همش همی تیخ رنگارنگی دیگه فرهنگ یک ریشه دونیم که همه باید یه پیونده دارن. کنسرت روشه برحال اون چه توان موبید بزاعت موبی خودم تشریف داشتید در سه بخش برگزار بی و برحال حالا در هر چه توان موبی اونونو اما همه سه بخش ارائه خدمت مخاطب. بله دست شما در که خیلی زیبا. عزیزانی که ممکنن سوال بکنن که در بخش کردی چیبی آقای فرشاد حقیقی هنرمند کردموبی که تشریف داشتن و آقای افشین هنرمند افشین زنگنه هم که جناب آقای افشین زنگنه بخش بختیاری داشتن. آقای فرشاد حقیقی بیشتر خب وقتی ما خواننده داریم من کمتر با نوازنده آشنایی داشتم. من هی اینا یک اکتفا میکنم که بنده وقش لوری لکی نرم ولی در بخش لوری لکی ما خود شاهد بید از سرنای احسان عبدین داشتیم که خوش
خوش کنسرتی هستن، خوش سمفونی، واقعا خوش تنهایی سمفونی هست واقعا. آقا یک کمی دیگه احسان عبدیپور چیمو به هنرمند مقداری سونا نواز مایلم ده جناب علی عبدیپور چشم سرم. آقای احسان عبدیپور جوونیه که سالهای اخیر وارد عرصه موسیقی لوری خم بینم. موسیقی لوری خمودونی هر مقطع داشت پدیده های داشت واقعا ارزشمند بیانه. شما در قبل مرحوم زنده یاد جاودان صدا سرخواهی داشتیم. یعنی هر مقطع شیعه که زن در مثل جواهر مثل یه دونه آنتیک پیدا بیوزی در اینجور چیه داشتیم. اخیراً در موسیقی خمو خیلی خیلی پدیده ها خیلی جوانی هست، ولی اون چیه که در موردش سوال کرده متوجه نه اینکه بخیه کم رنگتر و ناجورتر. احسان عبدیپور ساز اینو مهار کرده که کمتر سراخش رفتن. هنی ید او اقداماتی که عرصه های مختلف موسیقی زاگرسان میرن و جوانیا جسارتی که ایجاب داشت سراخ ساز رفت که هیچ کس سراخش نمیرفت. سالها بی فقط کسی که به صورت حرفه‌ای خانواده های هنرمندی که در کنار مردم جلوس زندگی کردن و سالهای سال با میراثدار و فرهنگش رو مینه سینه به سینه منتقلش کردن و نه فقط به ایساز می پرداختن که مرحوم شاه میرزا مرادی خوشیکی ده عزیزانی بی که دمینه خانواده ها برسا و جهان سازش شنفت و خضاوت خوش رو موردش کرد. سلطان سازهای بادی جهان شناختش. اخیراً احسان سازنه و چنگ خوش در ورد اسیر چنگ خوش کرده اسیر